ولی توی سنی به این نتیجه رسیدم که ماشین بازی یک عشقه و آدم ماشین باز عاشق یک انسان نه، یه موجود آهنی که ساعت‌ها میشه پشتش نشست، گریه کرد، هم حال بدی تو میبینه هم حال خوب تو میبینه، نمیذاره پیاده بری، نمیذاره بارون بهت بخوره، هر زمان پول نداشتی 10 لیتر بهش بنزین میزنی، بازم مرامی تو هر جایی که تونست تو رو میبره. آدمی که ماشین بازه فهمیده که تنها کسی که تهش کنارش میمونه ماشینشه. اون آدم برای اون ماشینی که خریده سختی کشیده، یعنی در حسرت اون بوده و براش سختی کشیده، تلاش کرده اون رو به دست آورده. خب معلومه به پاش عاشقی میکنه.